در صورتی که برق مدارفرمان قطع بشه و خطایی رخ بده که قرار توسط یک تجهیز حفاظتی دیگری به جز کلید فرمان قطع رو صادر کنه، چه اتفاقی میفته؟ کلید وصل باقی میمونه و فاجعه رخ میده. در ادامه ویدیو روش جلوگیری از وقوع این اتفاق رو خدمتتون عرض میکنم. فیوتکس. مداری رو من اینجا خدمتتون نمایش دادم، مربوط هستش به فرمانهای قطع و وصل یک عدد کلید هوایی. فرض بکنید که یک تجهیز حفاظتی داریم که قصد داره بیاد و احیانا اگر فالتی رو دید کلید رو تریپ بده. این هم مثلا اون کنتاکت مربوط به تجهیز حفاظتی هستش. اتفاقی که ممکنه اینجا رخ بده این هستش که اگر احیانا برق مدارفرمان ما قطع بشه به هر دلیلی، در این حالت با توجه به اینکه تغذیه این تجهیز حفاظتی میتونه قطع بشه، همچنین وقتی که تغذیه اون قطع بشه کنتاکت اون هم نمیتونه در زمانی که فالت اومده عمل کرد داشته باشه. حالا به فرض مثال که اون کنتاکت هم عمل کرد داشته باشه، یعنی احیانا اون تجهیز بدون تغذیه بتونه کار بکنه، عملا ولتاژی وجود نداره برای اینکه بخواد بیاد و شنت تریپ شما رو اکتیو بکنه، اینرجایز بکنه و در نتیجه منجر به تریپ کلید بشه و این فوق العاده خطرناک هستش بابت اینکه یک فالتی اومده اما کلید شما تریپ نداده. بهترین کار این هستش که شما بیاید و یک تغذیه هم به این آندر ولتاژ کلید بدید، یعنی از این اکسسوری کلید هم استفاده بکنید و در نتیجه در این حالت زمانی که تغذیه مدارفرمان شما قطع بشه کلید به صورت خودکار تریپ میخوره، قطع میکنه و در نتیجه اپراتور میتونه ببینه مشکل از کجا هستش.